همدیران عزیز سلام علیکم. قرار داریم در خانه من آقای عبدالزاده خوش آمدید به خانه من. همدیران عزیز شما از نوارهای پیشکی دیدگی بودید که آقای عبدالزاده را من در راه دنقره تصادفاً دیدم و اون کس شناس شدم و درباره زیره و دیگر چیزها با این کس هم صحبت شدیم. از سبب اونکه گرمی هوا 47 درجه گرم بود ما هم صحبت شده نتوانستیم. امروز من از ناحیه دنقره آقای عبدالزاده را به شهر دوشنبه تکلیف کردم. این کس در ناحیه دنقره خودشان یک کارخانه دارند در منطقه آزاد و با کار مشغول هستند، لیکن چقدر که نقل کردن 20 سال زیره‌کاری کرده هستند. درست؟ بله 20 سال. آقای عبدالزاده کاظم، آقای کاظم جان خوش آمدید به گروه انگور و باغ ما و حاضر درباره همین کشتکار زیره، نازکی های کشتکار زیره با شما میخوایم هم صحبت شویم. مایلش رحمت در خدمتتون. آقای کاظمی من سوال میتونم شما جواب دهید تیز مختصر، برای که در فیسبوک کمتر وقت را صرف کردن در کار. زیره اساسا در کدام زمین ها کشت میشود؟ در زمین آبی و للمی؟ زیره خب اگر للمی باشه خب آبی باشه خب خیلی بهتره. آبی نمیشود؟ آبی هم میشود، بله خیلی بهتره. آبی در 2 برابر بیشتر محصول میده. بله در آبی 2 برابر بیشتر محصول میده. آبی ریسکش کمتره دیگه. اگه مثلا یک وقتی باران کمتر بیاد خب آب میخوره، رشد میکنه، درصد خطرش کمتره. اینش رو نفهمیدم. در آبی باز بسیارتر میگیرید؟ چند تونه میگیرید در آبی تخمینا؟ در آبی حتما 2 برابر للمی رو جواب. یعنی که 500 کیلو باشد 1 تونه میگیرید؟ 1 تونه جواب. 1 تونه. زمین به قوت. صفتش چقدر میشود؟ صفتش هم بسیار عالی. لیکن در صفت و خوشبویی للمی خوب است آبی؟ للمی بهتر. در خوشبویی للمی خوب است. آبی دیگه یک کمی باز صفتش پایین‌تر میشه. ولی از نظر بازار جهانی فرق نمیکنه. قیمت خرید بازار جهانی فرق نمیکنه. آبی دانه ها کلانتر میشه، آبی خوشروتر میشه، بهتر خرید. آبی رو کی کاریدن در کار؟ آبی رو دقیقاً همون 3 ماه مانده در بین چله های بزرگ و کوچک. آبی رو همینجور. للمی رو نیست؟ للمی رو همینجور، آبی رو همینجور. آبیش هم زمستان کاریدن در کار، للمیش هم زمستان کاریدن در کار. در زمین های للمی در چگونه زمین ها کاریدن ممکن است؟ زمین های یبره یا هموار یا که نیم یبره؟ همون نیمه برش بهتره. هم زمین های هموار باشه خیلی خوبه. نیمه برش بهتره. این خیلی کمتر جاری باشد نمیشود؟ اون که خیلی تیز باشه خب آب نم زمین نمناک نیست، رطوبت نداره، در نتیجه زود خاک باشه. نمی زود پایان میبیاد برای هوای نمیشود. وقتی که برویه زیره میرویه آب بهش نرسه این بوته بندی زیاد نمیشه، رشد نمیکنه. مثلا با 10 تا بوته شاخه 10 تا شاخه به دانه کریخت دیگه تمام زیره. ولی اگر این شاخ و برگ زیاد بزنه و بهتر محصول بیشتر. بله. سالی که سرباریش میبید خوب میشود؟ بله. سالی که سرباریش میبید بله. خوبتر میشود. زیره را با دست درب میکنن یا که با دست میچینن؟ با دست میکشن از زمین خیلی راحت، بغلش میگیرن تون میشین. بالای ریشش یک تگ ریشه‌ایه. یک ریشه داخل خاکه. همینجور بگیری و نمیریزد وقتی کندنده؟ نه خب موقع داره. قبل از اینکه باید هر روز بری، موقعی که 10 روز مونده به جمع کردن باید بری خبر بگیری. هنوز که یک کم بین قاقی و طری، یعنی بین اینها زود باید جمع کنی. اگر خشک شود میریزد؟ اگر خشک کنه خب زیاد باشه قاق بشه، بوتری که بگیرن چندانه رو زمین میریزه. اسراف میشود. اسراف میشود. در یک هکتار چند کیلو میرود؟ در هکتار از نظر پاشیدن 10 تا 12 کیلو. هر کسی یکی هست میگه در آبی باید 20 کیلو بریزی. در للمی باید 10 کیلو تا 11 کیلو تا 12 کیلو بریزی. زیره چند پول است برای کاریدن؟ شما در فروش ندارید بگمونم؟ برای خلق فروختن زیره دارید شما؟ بله. کیلو فروختن دارید شما؟ چند قیق خواهد شما دسترس میکنید زیره؟ کیلو. برای خلق اگر حاضر مراجعت کند با شما برای بله ما زیره بهشون میدیم.
توجه کردید؟ بهشون میدیم بکارن، بعد زیره رو به ما بفروشن. زیره بفروشن. خود محصولش رو به ما بفروشن. محصولش رو به شما بفروشن. ما همکاری میکنیم با مردم اهالی تاجیکستان همکاری. امسال خدا خواهد در زمینهای من شریکی میکنیم. شریکی با هم میکنیم. اگر شما دوست داشتین مایل بودین باز شریکی از مردم میگیریم میبریم این سودا میکنیم. دو نفری با هم شریکی من برخدمت. تشکر اوید زیره. با چی سوال که حالی خلق با سوال میتید هم سوال های من همشه تیم اوید زیره. از زیره چی تیار کردن می شود اگر زیره گیریم؟ روغنش رو گرفته می شود؟ چیش؟ روغن زیره رو گرفته می شود؟ من آپارات دارم، حالا بر شما دفعه دیگه بیارم روغن زیره بر شما میدم، براتون میفرستم. روغن زیره به جای زیره استفاده برده میشه در طعام؟ در غذا، در تمام غذاها ادویات. شما همین روغن زیره به جایی که یک مش 10 تا قاشق زیره داخل چیز بریزید، غذا بریزید، 2 قطره روغن زیره بریزید کفایت میکنه، بوش همه جا رو میگیره. کدام این کم مصرف است؟ روغن زیره کم مصرف است یا زیره خودش؟ خود زیره بازار جهانی برای سودا خود زیره بیشتر مصرف. خود زیره خوب در است در بازار جهانی. کوهی زیره را گفته هیچی نمیخورد؟ نه هیچی نمیخوره. همین کاهش ما دور نمیریزیم، کاه رو جمع میکنیم، میجوشانیم کاه رو، از این عرقش رو میگیریم بس در شیشه ها در بسلشکه. این برای داروی گیاهی بسیار مفیده. بسیار مفید است. آقای عبدالله‌زاده، من رقم های شما رو بالای این نوار میمونم که کدام با شما همکاری کردن خواست زنگ میزند، اگر که تونست با او همکاری کنید. مالیش هر گونه کاری از دستم بیاد برای خلق تاجیک، برای دولت تاجیک حاضرم در خدمت. با شما یک جهان تشکر. آقای زیره با چی ماند نپرسیده؟ در فکر شما چی گفته میتونید؟ چی ها ماند؟ آقای پرورش زیره چی گپ های ماند نگفته؟ آقای فعلا الان کفایت میکنه برای کاش برداشت در همین حد بس. حالا در مورد بیزینس زیره در آینده باز صحبت های زیادی میکنیم که چطوری محصول زیره رو بیزینس رو به دنیا برسونیم و یک درآمد بسیار خوبه برای خلق تاجیک، دلار وارد کشورتان بشه. او را برجام هم کده میتونیم؟ بله با هم همکاری میکنیم، چون من خودم در ایران بیزینس هم داشتم. بیزینس بسیار راحتی داره و یک زیر یک چیزی از هیچ وقت به ایران نمیشود. 10 سال 20 سال هم که بگذره هیچ خرابگی نداره. بله و از همه مهمتر در بیزینس زیره جا نمیخواد، یعنی نمیخواد یک انبار بگیریم اجاره کنیم ارنت بدیم، نه. در ایران در جای هست معتبر زیره رو اینا میدیم در همون کارخانه زیره، اونا خودشان پاک میکنن، گوجار میکنن، میذارن، یک نوشته یک برگ به ما میدن، آقا مثلا عبدالله‌زاده 5 تن زیره در اینجا داره. من این قبض رو اعتبار داره، این مثل اوراق بهاداره. این یک جایی هست به نام برچ زیره. مثلا یک حاجی، یک تاجر از هند میاد در ایران یا در ایران میخواد 100 تن زیره ببره. من میگم که اعلام میکنه در جایی، میگه من 100 تن زیره میخوام، من میگم 10 تن 20 تن زیره فروشی دارم، همین کاغذ میدم بی آقا. یا آقا خودش میره از انبار زیره جمع میکنه میبره. این من همین ورقمو که دادم پولمو میگیرم، تمام. بسیار خوب. بسیار کار راحت بی دردسر. بسیار خوب. من تمام این مراحل رو به شما آموزش میدم، با هم همکاری میکنیم و با هم کار رو شروع میکنیم. همدیران عزیز دیدید در ایران بیرژه زیره بوده است. مثال میگیریم شما اگر کارت زیرتان رو برده در اون کارخانه میسپارید و کارخانه تازه کرده میموند و شما میدونید که در همون کارخانه 5 تن یا 10 تن دارید، خریدار آمد، شما پول رو میگیرید، اجازه‌تش رو میدید و خریدار رفته از کارخانه از بیرژه زیره شما رو گرفته میبرد. شما حق بیرژه رو میدید البته برای کار. حق بوجار رو میدیم ولی حق انبارداری دیگه نمیدیم. هیچ کار نداریم. همدیران عزیز کاش در تاجیکستان هم خیلی تستر کارها با وجود بیاید. ما هم همین حرکت ها کردیم که همین کارها همین پیش رود، لاجستیک شود، هم خیلی کارها بسیار شود. من آقای عبدالله‌زاده را ما از کیم کجا تصادفاً وقف کرده
آوردم. من امروز خونم تکلیف کردم که با یک صحبتی پشت یک پلاچوی کنیم که و سراسیمه نشده سوالهای در کاریر تیم. من تلفن رو میمونم، تلفن اکای عبدالله‌زاده رو، اکای کاظم رو شما میتونید زنگ زده با او هم صحبت شوید، با او شریکی کار کنید. حاضر این نوار رو خاموش میکنیم، باز یک نوار دیگر آماده میکنیم. در پناه خدا باشید.